برنامه خبری 22 فеврал رو مستقیما از دفتر مرکزی رادیو زودی تماشا دارید. شعله گلخوجه هستم. سلام. سرخط موضوع امروز که در 15 دقیقه دیگر تقدیمتون می شود. هلند گفت که توجیکستان بازداشتی گدایف را تصدیق کرد. مادرش نگران است و میگوید اگر شراف‌الدین 100% آزاد شد بعد باور میکنم. پول دادند اما صاحب خانه نشدند. دهها مشتریان سرسان با شرکت ساختمانی وارد بحث دادگاهی گشتند. ما به همین جدمی اعمار تکلیف دادیم. سو شخصا ما به نصیب نسپردم. رای بر عوض بوسه زنان داوطلب کرسی وکیلی در افغانستان از معامله ناسزای مردان با آنها شکایت دارند. گفت من فقط میخوایم یک بار تو را ببوسم، بعد از اون همه امکانات خود در اختیارت میمونم. وزارت خارجه هلند در پاسخ رسمیش بر رادیو زودی نوشت که مقامات توجیکستان بازداشت شراف‌الدین گدایف را به آنها تصدیق کردند. سخنگوی وزارت افزود که این ساختار راههای کمک به جناب گدایف را اندیشه دارد و این قضیه را از نزدیک پیگیری میکند. این هم در حالی است که 21 فوریه در وزارت کارهای داخلی توجیکستان گفتند که شراف‌الدین گدایف در بازداشت قرار ندارد و تنها ساعت‌های معین برای صحبت با اداره‌های دخلدار می‌آید. شما عبداللهیوا مادر شراف‌الدین گدایف روز گذشته در صحبت با رادیو زودی گفت از این حالت نامعینی خسته شده است. چرا نفهمیدم که بچه‌م استاد پلیس آزاد شد بعد باوری نمی‌تونم. ولی چرا نمی‌فهمم مخم آدمم است. مخم می‌دونی کنده می‌ترسیدم کنده. اون اون پولی مونده شده. دولت بلند سرم افکار شده. میگن جواب میتیم خرید میگن امروز کجا روز دیگه اینا درست است نه روز پاسم خیلی میگن دیگه نمیدونم بچه اینو صحبتی خیلی میکنیم اخمی یعنی بیلم میشم خدم افکاری شدم نمیکنم. شراف‌الدین گدایف 33 ساله روز 15 فوریه در دوشنبه حاضر شد و وزارت امور داخلی توجیکستان گفت که این فعال مخالفین پشیمان شده به وطن برگشته است. ولی جانبداران گدایف باور دارند که او بازداشت و ربوده شد. گدایف که چند سال اخیر در اروپا زندگی کرده همچون منقد شدید اللحن حکومت توجیکستان معروف شده است. بر اساس کدکس جنایی در ساختکاری و تقلب گمانبر می شود. مسئله بحث مشتریان با شرکت‌های ساختمانی طرف در توجیکستان داغ می‌گردد. ریشه این همه دعواها از آن آب می‌خورد که ساکنان به هنگام بستن شرطنامه به جنبه حقوقی آن اهمیت نمی‌دهند. در نهایت کار به آنجا می‌انجامد که مردم پول می‌سپارند، تمام عهده‌داری‌هایشان را اجرا می‌کنند ولی در مهلت وعدگی صاحب خانه نمی‌گردند. درباره یکی از چنین بحث‌ها میرزا نبی خالقزاد و شادمانی یتیم گزارش آماده کردند. تجمع مشتریان در نزد بناهای ساختمانی، دادخواهی برای منزل‌های از دست رفته و شکایت از شرکت‌های ساختمانی موضوعی است که سال تا سال در تاجیکستان داغ‌تر می‌شود. من $40,000 آمریکایی دادگیم. تا زیر خانه ما گرفتن نمیتونم. شرطنامه بستگیم، نترالی 2016 بستگیم. این گروه هم که با شرکت ساختمانی اعمار شرطنامه دارند، خود را فریب خورده می‌دانند. به گفته مشتریان میبایست در عوض مبلغ آنها بینای 12 طبقه ساخته میشد، اما هنوز با شروع ساختمان شرکت با مشتریانش وارد بحث دادگاهی شد. تا زیر خانه را گرفتن نمیتونم، سود به سود گده گشتیم. من قریب $42,000 $42,000 سپردگیم. در 117 کوادرات خانه همش پولش سپرده موندگیم. حاضر شما در کجا زندگی میکنید وقتی که این کارتون؟ شخصا من کوارتیره دارم. منم کوارتیره دارم. در 112 کوارتیره گفتم در کوارتیره است. بحث اینها زمان سر زد که مسئولان شرکت اعمار با شرکت همشریک خود نصیبه وارد بحث شد. با دعوای شرکت اعمار دادگاه شرطنامه مشتریانی را که تا زمان همکاری دو شرکت بسته بودند قطع کرده است. مسئولان شرکت اعمار بر رادیوی آزادی گفتند مشتریان نه به آنها بلکه به شرکت نصیبه مبلغ سپردند. مشتریان میگویند در شرطنامه آنها نام شرکت اعمار ذکر شده است. عین زمان 37 مشتری که بر اساس سند نوتاریالی مبلغ سپردند به دادگاه مقابل شرکت اعمار عریضه نوشتند و منتظر حکم دادگاهند.
با گفته مقامات بیشتری بحث‌های دادگاهی درباره منزل و زمین است. گاه انفرادی و گاه دسته جمعانه ساکنان با شرکت‌های ساختمانی وارد بحث دادگاهی می‌شوند. چندین نفر از مسئولان برخی شرکت‌های ساختمانی برای فریب مردم پشت پنجره رفتند که از پرسر و صداترین آنها قضیه طرح منزل دسترس است. اخیراً دادستان کل تاجیکستان گفت قضیه طرح منزل دسترس را رئیست پرونده‌های مهم دادستان کل زیر نظارت گرفته 4 نفر را بازداشت کردند که به فریب مشتریان گناهکار می‌شوند. حقوق شناسان میگویند فریب خوردن ساکنان در سهمگذاری یا خرید خانه بیشتر در پس بودن دانش حقوقیشان است که به ماهیت شهرنامه اهمیت جدی نمیدهند. باعث تأسف است که نه همه سطح دانشی حقوقی مکمل دارند یا ختم کرده فاکولتیت حقوق شناسی و غیره. بنابراین در بعض موردها نه تنها در این حالت و در دیگر موردها نیز جانب‌ها کوشش میکنند که از این سوء استفاده کنند. ما با همین جدمی اعمار تا پول سپردیم. سو شخصا ما به نصیب نسپردم. مشتری‌ها بیشتر در نشناختن صاحب ملکان اصلی شرکت‌ها و هم شریکان آنها فریب می‌خورند. مثل این گروه ساکنان که با پرداخت $10,000 در کوچه ماندند. شادمان یتیم، میرزا نبی خالقزاد، آزادی دوشنبه. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. یک طلب نوی اداره اندوز باعث ناراضگی گوشت فروشان بازار مرکزی فرخار شد. آنها میگویند اگر دستور نوی اداره اندوز راه اندازی گردد مجبور میشوند ترک پیشه کنند. ساکنان نیز در نوبت خود راضی نیستند و از آن نگرانند که باز نرخ گوشت بالا رفته خانواده هایی که از این جشن به آن جشن گوشت را میدیدند از آن محروم میشوند. گوشت فروشان فرخار به سبب نارضایتی از تصمیم اداره انداز دری دکانهای خود را بستند. مقامات از آنها خواستند بدون ماشین‌های خزینه‌داری دیگر گوشت نفروشند. کسی اپرات اما توری نمیگیره. نه همه دکانشون محکم کرده. در بازار مرکزی فرخار 18 دکان گوشت فروشی است و 2 روز است آنها بستند. این انبوهی مردم خریدارانی اند که گوشت سراغ میکنند. گوشت نه خرید چون میکنیم میسیم نگاه میکنیم که اجازه‌تان دکانو را بکنم بعد. دولت خوجه سفرف بعد طلبات اداره انداز از ادامه فعالیت صاحبکاری دست کشیده است. او میگوید این نظام او را قرضدار میکند. انداز حسابی فایده نه حسابی درآمدی اما محصولات بتین. اگر این خیلی کنیم اگر ما یک گاو 3000 سوم بخریم اما 3000 سومی که ما خریدگیم نه فایدهش بلکه همین سوم هم در کسب اپرات میدروه ایامی ها فایدهش میگیرد. اگر یک گاو 3000 سوم بخریم 210 سوم اندازش میشود که با یکم چیز توغری نمیگیرد. موی گذشته 766 سوم این موش 704 سوم. تاجران میگویند آنها ماه تا 800 سامانی انداز میپردازند و طلبات نو آنها را در حالت ناگوار مانده است. خیلی فایده نه هم چیزی هست اگر هم بفروشیمش بریم. در اداره انداز ناحیه فرخار به رادیو آزادی گفتند گذاشتن ماشین خزینه‌داری بر طبق مقررات است و به تاجران 10 روز مهلت دادند تا فعالیتشان را قانونی کنند. برنامه را ادامه میدیم. 4 ماه پیش در افغانستان انتخابات پارلمانی برگزار شد ولی تا حال با نظر داشت تقلب و خلافکاری در این معرکه سیاسی کمیسیون انتخاباتی رویخط نهایی وکیلان مردمی را اعلان نکرده است. ولی ما امروز درباره نامزدهای زن در این انتخابات گزارش میدیم که تلاش دارند در یک جامعه مردسالاری محافظه‌کار صدایشان شنیده شود. به ویژه در حالی که سرقانون افغانستان 25% کرسی‌های پارلمانی را برای زنان پیش بینی نموده است. اسکندر خوجه میرزاده با تفصیلات بیشتر. سال گذشته در انتخابات پارلمانی افغانستان 480 زن در بین 2500 داوطلب برای دریافت مقام وکیل مردمی تلاش ورزیدند. بسیاری از آنها میگویند در این معرکه با بدرفتاری مواجه شدند. آمد نشست و گفت که ما فقط آمدیم که فقط یک ماچ بر ما بده. گفت من فقط میخوایم یک بار تو را ببوسم بعد از اون همه امکانات خود در اختیارت میمانم.
بر پایه سرقانون افغانستان از میان 250 کرسی پارلمنت این کشور کمش 68 کرسی باید از طرف زنان اشغال شود. اما زنان از معامله ناسزا با آنها شکایت دارند. در جامعه محافظه‌کار دینی که زیر نظارت مردان قرار دارد، تغییر دادن نظر جامعه دشوار است. مردان سیاست، مالکیت، دارایی و همه چیز دیگر را زیر کنترل خود نگه می‌دارند. برای همین دشوار است آواز دهنده را مطمئن کنید که زن می‌تواند از تمام مردم نمایندگی نماید. در معرکه پیش از انتخاباتی نامزد مستوره ارازا مجبور بود در دهه زیر نظارت طالبان جنگجوی با آواز دهندگان ملاقات کند. ازدحام مردم است. بر ما گفتن در صورت همراه شما میریم که چادری شما بپوشین و ما مجبورن ناگزیرن. من چادری را قبول کردم به خاطر از اینکه من اونجا مردمش حداقل همراهشان صحبت بکنم و مطمئن بودم که من از اونجا رای بسیار خوب را میگیرم. کارشناسان معرکه پیش از انتخاباتی ارازا را معجزه عنوان دادند. و بیشتر مردم می آمد فقط به خاطر از اینکه این جوان است، یک دختر است، ما باید بریم ببینیم. می آمدن که ما رای میتیم یا ما رای جور میکنیم، اما وقت ضایع کرده می رفتن و شما را تلفن بگیو که تا به حال تماسایشان هست. انتخابات پارلمنتی افغانستان 4 ماه پیش دایر شد، ولی با اشاره به خلافکاری ها تا هنوز نتیجه نهایی آن اعلان نشده است. برای رسیدن به برابری جنسی افغانستان باید راه طولانی را پشت سر کند، ولی قهرمانان گزارش ما منتظر آن روز نبوده برای حق خود مبارزه میبرند. برمیگردیم به تاجیکستان. حکومت دنغره علیه 7 ساکن این ناحیه برای بی‌سروبان ماندن خرهایشان در شهرهای دوشنبه کولوب که اکثر وقت باعث صدمه‌های مرگبار می شود چاره‌جویی کرده است. مسئولان حکومت ناحیه گفتند قرار مجازات نمودن صاحبان خرها برای بی‌مسئولیتی 1 سال پیش تصویب شده است. عبدالله اشورف موضوع ادامه می‌دهد. مقامات دنغره گفتند خرهای به صاحب بر رواعا در شهرهای کولاب دوشنبه خلل می‌رسانند. با وجود تصویب یک قرار رئیس ناحیه درباره جزا دادن کسانی که خرهایشان را سرهوی میمانند، هنوز در اطراف راه آنها هستند. بخصوص مثال بگو یا خود سحر یا شبانه بیشتر این صدمه ها بخصوص با همی بدتری راه برآمدن خر می شود. بر طبق معلومات رسمی در حدود ناحیه دنغره 5300 خر وجود دارد و امسال چند نفر را برای بی‌نظارت ماندن این چارپای خانگی مجازات کردند. در اطراف شهرهای دوشنبه کولاب که از حدود دنغره می‌گذرد به خصوص زمستان خرهای بی صاحب زیاد می‌شوند. این خرها به کشاورزان تعلق دارد که از بهار تا تیر ماه برای ادای کارهای خواجگی استفاده میبرند. در فصل سرما به سبب نداشتن ذخیره خاشاک آنها را به دشت و دمن به چرا سر میدهند. برای چه اسفالت میروید؟ ایدیگر جدا در وقت خنکی بیشتر و گرم میشد. جویم حرکت بعد دویم حرکت که باشد راه گرم است. حکومت دنغره اظهار داشته است نظارت را به سرهوی ماندن خرها تقویت میدهد، چون که به سبب حضور آنها در راه‌های ماشینگرد صدمه‌های زیاد رخ دادند. نشریه دی اینسایدر و گروه پژوهشگری بلینکت جزئیات زندگینامه گمانبر سوم در قضیه زهرآلودسازی افسر پیشین ریاست اساسی اکتشافی روسیه سرگئی اسکریپال و دخترش یولیا را نشر کرد. گمانبر سوم احتمال می‌رود کارمند اکتشافی نظامی روسیه دینیس سرگییف است. روزنامه‌نگاران دریافتند که سرگییف در شهر اوشارلی قزاقستان به وی رسیده است. روزنامه‌نگاران همزمان آشکار کردند که سرگییف در سال 2013 به تاجیکستان، سال 2014 به جمهوری چک و سال 2015 به ترکیه سفر داشته است. با عرض سپاس که در این 15 دقیقه ما را تماشا کردید. برنامه امروز را پایان میبریم. نوارهای جالب و گزارش‌های روز را در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. چون معمول بینندگان عزیز فردا ما برنامه خبری نداریم، ولی صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتان میگردد. حتما تماشا کنید. تا برنامه فردا، خدا نگهدار.